السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي الغاليات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خواهرانی عزیزم. مرحبا بكن في درسنا اليوم. خوش آمدید به درس امروزی ما. أتمنى أن تكون بخير وعافية إن شاء الله. امیدوار هستم که صحت و سلامت باشید إن شاء الله. اليوم نتحدث عن الضمائر. امروز ما درباره ضمائر صحبت میکنیم. ما هي الضمائر وكم عددها وكيف تستعمل؟ ضمائر چیست؟ چند تا هستند و چطور استفاده برده می شوند؟ في دروسنا العربية علينا أن نتكلم باللغة العربية إلى حد الإمكان. در درس های عربی ما باید با قدری یا تا قدری امکان با زبان عربی صحبت کنیم كي تتطور قوة استماعكن وفهمكن في اللغة العربية، تا اینکه قابلیتی گوش کردن و فهمیش شما در زبان عربی انکشاف یابد. هيا لنبدأ. بیا که سر کنیم. اولا الضمائر چی رو گفته می شود؟ الضمائر چنانی که در اینجا می بینید جمعی کلمه ضمیر هست و ضمیر آن کلمه رو گفته می شود که در جای نام استفاده می شود. مثلا تو، من، او، شما، وی، آنها. ضمائر در لغت عربی دو قسم دارد. پس ضمائر جمع هست و ضمیر مفرد هست و ضمیر در دو قسم تقسیم می شود. قسم اول متصل چسبیده و قسم دوم منفصل یعنی که جدا. اولا الضمائر المنفصله یعنی که ضمیرهای جدا. اگر من یک تا رو در نظر داشته باشم میگویم الضمیر المنفصل، اما چون که من تمامی یعنی قسم رو در نظر دارم، جمع در نظر دارم، میگویم الضمائر المنفصله. نقطه اول این هست که ضمیرهای جدا آن ضمیرها رو گفته می شوند که با یگان کلمه پیوست نمی شوند بلکه تنها می باشند، یعنی تنها خودشان می باشند، از کلمه جدا، با یگان کلمه عربی نمی چسبند. نقطه دوم این هست که ضمیرهای جدا در جمله مبتدا بوده می توانند. مثلا هو الله، اوست الله، یعنی که او الله است. پس در اینجا کلمه هو ضمیری منفصل شمار می شود. در مثال دوم انا اخوک، من برادری تو هستم. چنانی که در مثال اول او ضمیر بود، در مثال دوم در زبان تاجیکی من ضمیر حساب می شود. پس یعنی اگر ترجمه این رو ببینیم در زبان عربی انا ضمیری منفصل حساب می شود. در جمله بعدی انتم جاهلون، انتم جاهلون، شما جاهل هستید. پس اول می بینیم که در زبان تاجیکی خود ضمیر شما می باشد که ترجمهش به زبان عربی انتم هست. انتم شمایان جاهل هستید. و در مثال آخران نحن مصلحون، ما مصلحانیم، یعنی که ما اصلاح کننده ایم. در اینجا ما میدانیم که در زبان تاجیکی ما ضمیر هست و ترجمه این به زبان عربی نحن می شود. این بعضی مثال های الضمائر المنفصله هست، ضمیرهای جدا به زبان عربی. چنانکه که دقت میکنید یعنی در اینجا میبینید که این ضمیرهای جدا، این ضمیرهای منفصله در اولهای جمله آمدند و مبتدا شمار میشوند. هو مبتدا، الله خبر، انا مبتدا، اخوک یعنی مضاف مضاف الیه خبر و غیره. دوام میکنیم. این است جدولی یا اینکه خریطه الضمائر المنفصله. اولا این طرف رو اگر ببینید شخص، از این طرف چپ اگر سر کنیم شخص من چی به نظر دارم؟ یعنی که وقتی که آدم، وقتی که یک انسان یعنی گپ میزند یا اینکه خودش گپ زنده، یعنی کسی که می باشد که متکلم می باشد خودش گپ میزند، یا اینکه با یک کسی دیگر گپ میزند که در پیشش حاضر هست، یا اینکه با کسی که در پیشش حاضر هست درباره یک کسی که غایب هست گپ میزند. این رو ما میگوییم یعنی شخص، یعنی شخصی گوینده کیست؟ متکلم، خودی متکلم هست، کسی که او را میشنود شنونده هست، یا اینکه کسی سیومی که غایب هست. پس ما از قسم غایب سر میکنیم که وقتی که ما درباره یک کسی غایب وقتی که گپ بزنیم این ضمیرها را ما استفاده میکنیم.
اولا از یعنی جنسی مرد سر میکنیم و جنسی مرد و زن میتواند که یعنی 3 قسم عدد داشته باشد، یا اینکه درباره یک مرد گپ بزنیم، یا اینکه درباره 2 یا جمع. همین طور میتوانیم که ما درباره یک زن گپ بزنیم، یا درباره 2 زن، یا درباره مثلا 3 یا زیادتر زن. در زبان تاجیکی فرقیت این هست که به زبان تاجیکی و بعضی زبان ها یعنی فرق فقط بین مفرد و جمع هست. اگر یک شخص باشد ضمیر مفرد را استفاده کرده می شود و وقتی که 2 شخص یا زیادتر شد الکی جمع را استفاده کرده می شود. اما در زبان عربی دقت کنید که بین یک شخص و 2 شخص فرق هست و تا وقتی که 3 شخص نشود جمع حساب نمی شود. پس ضمیر اول هو می باشد. هو یعنی که او یک مرد. این خیل اگر نظر کنید یعنی همه تفصیلات این کلمه رو، این ضمیر رو میبینید. او یک مرد. مثلا من میتوانم جمله رو بگویم هو مسلمون. اگر در اینجا بنویسم هو مسلمون، در اینجا نوشتن کمک دشوار هست اما یک تا مثال برای شما می نویسم. اینجا تنوین هست، خود ضمتین و در اینجا ضمه. هو مسلمون یعنی که او مسلمان هست. پس در اینجا هو کی هست یعنی که ها و در اینجا که میبینین این مبتدا هست و مسلمون خبر. یعنی که من گفته ایستادم که او یک مرد مسلمان هست. من با یک شنونده گپ میزنم درباره یک مردی که غایب هست. خب مثال دوم هست، مثلا میتوانم بگویم که هما مسلمانی، آنها 2 مردان مسلمان هستند. و این چنین هم مسلمون، آنها مردان یعنی که جمع، یعنی که 3 مرد یا اینکه بیشتر مسلمان هستند. و این طور یعنی دیگر کلمه ها رو هم استفاده کردم. میتوانم بگویم هو طبیب، او طبیب هست یعنی که دکتر هست، یعنی که هو مؤمن، هما مؤمنانی، هم مؤمنون و غیره. اکنون این تا اینجا یعنی که غایب مرد تمام شد. اکنون درباره یعنی در قسمت غایب زن، وقتی که من با یک شنونده گپ میزنم درباره یک زن، من کدام ضمیر رو استفاده میکنم؟ هیه یعنی که او یک زن. من با یک شنونده درباره یک زن گپ میزنم، میتونم بگویم که هیه مثلا مسلمتون. من در اینجا اگر نویسم هیه مسلمتون، یعنی که او یک زن مسلمان هست. همین طور من میتونم بگویم که هی صائمتون، یعنی که او یک زن روزدار هست. هی طبیبتون، او یک زن دکتر هست و غیره. همین طور مثلا هما رو میتونم استفاده کنم برای 2 زن. آنها 2 زنان، مثلا هما مسلمتانی، آنها 2 زنان مسلمان هستند. هما طبیبتانی، آنها 2 زنان یعنی دکتر هستند و غیره. چنانی که شاید اهمیت داده باشین، یعنی بین هما که برای آنها 2 مردان استفاده می شود و هما که برای آنها 2 زنان استفاده می شود فرقی نیست، فرقی وجود ندارد. این را یعنی در فکرتان بگیرید. و آخرا چی هست؟ هن، آنها جمع زنان، یعنی که آنها زنان. ما می توانیم بگوییم مثلا هن طبیبات، یعنی که آنها زنان دکتر هستند. هن اخوات، آنها زنان یعنی خواهران هستند. یا من می توانم بگویم که مثلا هن این یعنی ضمه هست و این فتحه هست. هن نساء، آنها زنان یعنی آنها زنان هستند. اصلا معنای یعنی با تفصیلش این هست که من میگویم آنها زنان زن هستند، اما این تکرار می شود، یعنی که تکراری به جای می شود. برای همین ما میگوییم ترجمهش چیست که آنها زنان هستند. پس این بود ضمائر منفصله برای شخص غایب. اما این یعنی این خریطه دوام دارد. دقت کنید. اکنون ما در قسمت شنونده هستیم، یعنی که وقتی ما با کسی گپ میزنیم او میتواند که یا مرد باشد یا اینکه زن، و کسی شنونده میتواند یا یک شخص باشد یا 2 شخص یا جمع. پس همین یعنی
همین تفصیلات رو ما برای شنونده استفاده میکنیم. و اگر ما با یک مرد گپ بزنیم ما میگوییم انت، مثلا انت مسلمون، انت رجل، انت زید. مثلا من اگر بگویم که انت من میتوانم بگویم که رجلون، یعنی که تو مرد هستی. اصلا معنای با تفصیلش این است که تو یک مرد هستی. من اینچنین میتوانم بگویم که مثلا انت و این رو من عوض میکنم به زیدون، یعنی که تو یک مرد زید هستی، تو زید هستی. یعنی گویا که ما با شخصی میگوییم که تو زید هستی، یعنی که نام تو زید هست. خب همینطور انتوما معنایش این هست که شما دو مردان. من میتوانم بگویم که مثلا انتوما رجلانی، شما دو مردان مرد هستید. یعنی که انتوما مسلمانی، شما دو مردان مسلمان هستید. انتوما عاقلانی، شما دو مردان عقلمند هستید. و همینطور انتم چی معنا دارد؟ شما جمع مردان، یعنی که شما مردان. این میشود مبتدای این جمله و من باید خبر را بیاورم. مثلا میتوانم بگویم که انتم مسلمون، انتم مؤمنون، شما مردان مسلمان هستید، شما مردان مؤمن هستید و غیره. اگر من تا اینجا یعنی جنسی مرد شد. اگر من با زن گپ بزنم که شنونده، یعنی که شنونده زن باشد، من میگویم انتی، یعنی که تو یک زن. من میتوانم بگویم که انتی، مثلا در اینجا می نویسم انتی مثلا صالحتون. خب انتی صالحتون یعنی که تو یک زن صالحه هستی. یا میتواند این صفت باشد، یعنی که یا خبر باشد، یعنی که تو زن صالح هستی، صالحه هستی. یا اینکه من میتوانم که یعنی نام او زن را در نظر داشته باشم. همینطور ما داریم انتوما، شما دو زنان. من میتوانم بگویم که انتوما صالحتانی، شما دو زنان صالحه هستید. یا انتوما مسلمتانی و غیره. همین خیلی داریم انتون، یعنی که شما جمع زنان، شما زنان. انتون مسلمات، شما زنان مسلمان هستید. انتون مثلا مؤمنات، انتون صالحات. چی طوری که یعنی ضمیر تغییر میکنند، همین طور من باید خبر را هم تغییر بدهم. برای همین هست که شاید شما قید کرده باشید، اهمیت داده باشید که من میگویم مثلا صالحتون، بعد میگویم صالحتانی، بعد میگویم صالحات. این به یک درس دیگر انشالله میگذاریم. اما مهم همین هست که شما همین ضمیرها را یعنی معنایشان را بفهمید و ببینید که من چطور اینها را در جمله همچون مبتدا استفاده میکنم. و آخران قسمت این خریطه چی هست؟ وقتی که کسی که گپ میزند گوینده باشد، یعنی خودی متکلم، خودی گوینده. در اینجا فقط دو ضمیر هست. یک تا هست انا که معنایش این هست من. مثلا من میتوانم بگویم که انا، خوب من. و اگر من زن باشم من مثلا میگویم مسلمتون، که من مسلمان هستم. اگر مثلا گوینده یعنی که من انا، اگر من مرد باشم من یعنی خبر را و صفت را همچون جنسی مرد میارم. مثلا من میتونم بگویم که انا مثلا خالدون، من خالد هستم. یعنی که من در نظر چی دارم؟ نامم خالد هست. همینطور ما داریم نحنو، معنایش چیست؟ ما. و فرق نمی کند که گوینده زن هست یا مرد. برای همین هست که در اینجا من نوشتم مرد یا زن، چون که وقتی که انسان درباره خودش گپ میزند یعنی از جهت زبان عربی ضروری نیست که یعنی این را ظاهر کند که یعنی قانون های نیست که باید یعنی جنس فرق کند. برای گوینده یا زن باشی یا مرد باشی همون کلمه ها را یا همین ضمیرها را استفاده میکنی. و دوم ضمیر چی هست از جهت گوینده؟ نحنو معنایش چی است؟ که ما. من میتوانم مثلا ما میتوانیم بگوییم که نحنو مسلمون، ما بخشش نحنو مسلمون، یعنی که ما مسلمان هستیم.
فرق نمیکنه. خیلی در از اینجا ما از کلمه مسلمون ما فهمیده میتونیم که این چی است، یعنی جنسی مرد جمع هست، اما یعنی فرق نمیکنه. نحن هم میتواند برای زنها استفاده شود هم برای مردان. برای همین من میتوانم این چنین بگویم که نحن، ما، اگر زنها این گپ رو گفته باشن، من میتونم بگویم که نحن مسلمات، که ما یعنی زنان مسلمان هستیم. پس یعنی این چیز مهم هست که شما این را در نظر بگیرید که نحن هم برای مردان و هم برای زنان یک همین نحن استفاده می شود. فرق نمی کند از جهت جنس. نحن معنایش هست ما و انا معنایش هست من. خوب، و این هست آخرانی الضمائر منفصله، ضمیرهای جدا. اگر ما دوام بکنیم اکنون بعضی مثال ها رو نظر میکنیم که یعنی به فکرم همش رو من از آیات های قرآنی گرفتم که در اینجا یعنی ضمائر ضمیرهای جدا استفاده شدند. اولا هو الاول والآخر، او اول و آخر هست. اصلا جمله اینطور هست اما در اینجا نوشتم یعنی ترجمهش آمده است اوست اول و آخر، و این هم درست هست، یعنی طرز ترجمه کردن. پس ما میبینیم کلمه او در اینجا ضمیر هست. یعنی در جمله عربی او در کجا هست؟ هو. اگر دقت کرده باشید اولین کلمه‌ای که در الضمائر المنفصله آمده بود هو بود. اینها رو باید کوشش کنید که شما ازیاد کنید، حفظ کنید، چون که ما در مدرسه اول اینها رو یعنی میشناختیم، بعد اینها رو حفظ میکردیم. یعنی از ما معلم یا معلمه یعنی امتحان میگرفت و ما میشیشتیم میگفتیم هو هما هم، هی هما هن، انت انتم انتم، انتی انتم انتن، انا نحن. همین خیل ضمائر یعنی متصله رو هم ازیاد میکردیم. پس شما کوشش کنید که اینها رو ازیاد کنید. هو در اینجا ضمیر هست، اوست اول و آخر، چنانی که شاید اهمیت داده باشید در عربی هم اول و آخر هست. خب پس در اینجا مهم چی هست که هو در اینجا ضمیری منفصل هست، ضمیری جدا هست. دوام میکنیم و هو العلی العظیم، و اوست علی العظیم، بلند مرتبه و بزرگوار. پس در اینجا میبینیم که باز هم هو آمده است. خب و این هست ضمیری منفصل. انا یوسف، من یوسف هستم. پس در اینجا خیلی آسان هست، انا ضمیری منفصل هست. هو الحق، اوست حق، یعنی که این درباره الله سبحانه و تعالی هست که او حق هست. خب پس در اینجا هو باز آمده است ضمیری منفصل. و هو سادسهم، اوست ششمی آنها. در اینجا هم هو ضمیری منفصل هست، ضمیری جدا. چنانی که میبینید یعنی که با یگان کلمه نمیچسبند، یعنی خودشون علاهیده می آیند. و در آخر انا خیر منه، این کلام یعنی شیطان هست که من از او بهتر هستم. در اینجا میبینیم که حتی به زبان تاجیکی من آمده است و در ترجمهش میبینیم که انا آمده است. انا در اینجا ضمیری منفصل هست. خوب اکنون دوام میدهیم به الضمائر المتصله که ضمیرهای چسبیده می باشند. وقتی که من جمع رو در نظر داشته باشم من میگویم الضمائر المتصله، و وقتی که من یک تا رو در نظر داشته باشم من میگویم الضمیر المتصل. چنانی که میبینید یعنی همان خریطه است که شما بلد هستید، الکی آگاه هستید که ما از شخصی غایب سر میکنیم، بعد میگذاریم به شخصی شنونده، بعد به متکلم. در اینجا هست جنسی مرد و زن، و مثلا یکمش هست هو که معنایش این هست که او یک مرد. زیادی وقت الضمائر المتصله در آن وقت استفاده می شوند وقتی که یک چیزی را، یک اسم را ما می خواهیم که به کسی نسبت بدهیم. مثلا کلمه قلم، من در اینجا می نویسم قلمون. خوب قلمون یعنی که قلم می دانید. اگر من این قلم را بخواهم که به زید نسبت بدهم من اصلا می گویم که قلم زیدین. اما اگر من نخواهم بگویم زید هر مراتبه، من بخواهم بگویم که قلم اوست، او، من میگویم یعنی من قلم را با ضمیری هو میچسبانم و این چی میشود؟ قلموهو. یعنی که قلمی او. همین طور من میتونم بگویم که قلموهما، قلم آنها دو مردان، قلموهم، قلم آنها یعنی مردان یعنی جمع و غیره. و این چنین یعنی بعضی وقت یعنی این ضمیرها به چیزها هم دلالت کرده میتوانند. یعنی که در زبان عربی حتی اسمها، چیزها جنس دارند. مثلا
قلم جنسش مذکر هست و مثلا سیارتون ماشین جنسش مؤنث هست و غیره. من میتوانم بگویم مثلا اگر کتاب رو در نظر داشته باشم، من میتوانم بگویم که رنگی آن کتاب، مثلا رنگ هست لون. خوب، لون. اگر من بخواهم بگویم که لونی یعنی رنگی آن کتاب، من میگویم لو، یعنی با هو این رو میچسبانم و این میشود لونه، یعنی که رنگی آن کتاب، رنگی آن کتاب. پس در اینجا هو به چی دلالت میکند؟ به یک چیزی که انسان نباشد. به کتاب دلالت میکند، به کتاب اشاره هست، یعنی که رنگی آن کتاب. پس این رو یعنی در فکر خود جای کنید که بعضی وقت ضمیرها به یعنی چیزهای غیر عاقل هم نسبت داده میشوند یا استفاده میشوند. و در اینجا داریم یعنی برای جنسی زن ها، مثلا اگر من بخواهم بگویم که مادری او، یعنی که او یک زن، من میگویم و با ها میچسبانم. امو بخشیش با ها یعنی اموها، یعنی که مادری او یک زن، مادری او یک زن. من میتوانم بگویم که مثلا قلموها، قلم مو یعنی ها، قلموها. مثلا این باید این خیلی باشد، قلموها. خب من این رو یک بار دیگر می نویسم چون که کم ترک در اینجا نوشتن دشوار هست. در اینجا قلمو یعنی ها، یعنی که قلمی او یک زن. همین طور من میتوانم بگویم که مثلا امهما، مادری آنها دو زنان. امهن مادری آنها. مثلا در اینجا میتوانم بنویسم خوب، این شد، بعد هن رو بچسبانم، هن، امو اینجا تشدید، هن یعنی که مادری آنها زنان. خوب، این شد الضمائر المتصله قسمی غائب. اگر دوام بدیم اکنون قسمی شنونده حاضر. اگر بخواهی با کسی یعنی با کسی گپ میزنی و با او مراجعت کرده میگویی که، یعنی که یک چیز رو با او نسبت میدهی، میگویی که مثلا کتابک، کتابی تو یک مرد. خوب، کتابک، کتابی تو یک مرد. مثلا نفسک، نفسی تو. دفترک، دفتری تو یک مرد. اگر من در اینجا مثلا کلمه در اینجا مثلا اگر کلمه دفتر رو اگر بیاورم، دفتر، خوب، در اینجا هست دال فا تا، دفتر رو و کف رو میارم که، دفتر رو که یعنی که دفتری تو یک مرد. همین طور میتوانم بگویم که مثلا دفتر و کما، دفتری شما دو مردان. یا اینکه اگر کلمه اهل رو استفاده کنم، اهل یعنی که خانواده، عائله، من میگویم که اهلکما، اهلکما یعنی یعنی عائله شما دو مردان. همین طور میتوانم بگویم که اهلکم یعنی که خانه شمایان، شمایان یعنی شما مردان. خب این شد یعنی جنسی مرد. برای جنسی زن کی هست؟ کی، من میتوانم بگویم که دفترو کی، دفتری تو یک زن. یا اینکه مثلا نفسکی، نفسی تو یک زن. کتابکی، کتابی تو یک زن. امکی، مادری تو یعنی که تو یک زن. خب کما هم یک هست به مانند هما که برای یعنی غائب استفاده می شود. و کن شما یعنی شمایان، شما جمع زنان. مثلا کن مادری شما زنان. قلم کن، نفس کن، دفتر کن و کتاب کن و غیره. و اخیراً قسمت این چی است؟ یعنی قسمت گوینده که وقتی که ضمیر متصل استفاده می شود، یعنی یا ساکنه و نی استفاده می شود برای من، برای وقتی که آدم میخواهد که یک چیز رو به خود نسبت بدهد. مثلا اگر من بخواهم که کتاب رو به خود نسبت بدهم، من این خیلی اول یعنی کتابون هست. خوب، اول این خیلی چی هست؟ کتابون. بعد با این من چی میکنم؟ یا رو یعنی یا ساکنه رو باید من پیوست کنم. این چی می شود؟ این کتابی می شود. خب کتابی. خب کتابی.
یعنی که کتابی من. کتابون با یا ساکن پیوست شود کتابی می شود، یعنی کتابی من. بعضی وقت نی استفاده می شود که من قانون این رو در یک درس دیگر می فهمانم. و اگر ما بخواهیم بگوییم که کتابی ما میگوییم کتابنا، کتابی ما، یعنی که ما. و فرق نمی کند مرد یا اینکه زن. اگر شخصی گوینده یا مرد باشد یا زن، همین ضمیر رو استفاده می کند، چنانی که در یعنی الضمائر المنفصله هم همین خیل من یعنی واضح کرده ساختم. و این چنین ما فرق نمی کند ما یعنی 3 زن هست، 3 مرد هست، 3 زن و 3 مردان هست، یعنی ما فرق نمی کند که جنسیت چیست، همین نه استفاده می شود. اگر کسی بخواهد بگوید که مدرسه ما، چی میگویند؟ مدرستونه. یعنی که اگر کسی بخواهد بگوید که یعنی اهل ما، میگوید اهلنا، اهل ما. خوب. و چونی که در اینجا شاید اهمیت داده باشین، عموما وقتی که یعنی اسمها با یعنی در حالت ضمتین یعنی به انتها میرسن، وقتی که نکره باشن با ضمتین تمام میشوند، در آخری حرف یعنی ضمتین می باشد. کتابون، قلمون، این حالتی یعنی عمومی هست. وقتی که با یک ضمیر متصل میچسبند، یکی از این حرکت ها یعنی حذف می شود، با یک ضمه نوشته می شوند. چون شاید شما این را اهمیت داده باشید، دفتروکه اصلا چی بود؟ دفترون بود، ما یک حرکت رو حذف کردیم. اما وقتی که یک چیز با یا ساکنه نسبت داده شود، باید این حرکت پیش را یعنی ضمه را باید به کسره تبدیل کرده شود، چون که در اینجا میبینید ما به جای که کتابی بگوییم ما میگوییم کتابی. خوب. همینطور هر چیزی که باشد، اگر من بخواهم بگویم که دفتری من نمیگویم دفتروی، من میگویم دفتری. خوب. و غیره. اکنون بعضی مثال های الضمائر المتصله رو نظر میکنیم. در اینجا بعضی ضمیرهای منفصله هم یعنی جدا هم آمده است، اما ما توجه خود را به طرف ضمیرهای یعنی چسبیده میکنیم. نحن ولا آباؤنا، ما و نه پدران ما. ما و نه پدران ما. اگر یعنی عربی رو نمیدانید، اول با یعنی ترجمه تاجیکی نظر کنید. ما ضمیری متصل هست یا منفصل؟ یعنی منفصل هست، جدا هست، پس این رو ما در نظر نداریم. پدران ما یک چیزی رو به یک کسی نسبت داده شده است. بله، پدران ما، پدران را به ما نسبت داده شده است. پس ما در اینجا ضمیری چی هست؟ یعنی متصل هست و در اینجا می آید. آباؤنا، آبا معنایش پدران هست و نه ما، پدران ما. پس در اینجا چنانی که می بینید حتی یعنی از جهت ظاهر هم، از جهت کتابت هم، از جهت نوشته شدن هم می چسبد به کلمه. پس این از ضمیری متصل نه. دویم یعنی مثال انا یوسف و هذا اخی. در مثال های قبلی هم انا آمده بود و انا ضمیری منفصل است، ضمیری جدا هست. برای اینجا هدف ما این نیست. اما قسمت بعدی رو اگر ببینید، هذا اخی و این برادری من هست، شاید اهمیت داده باشید. ما چی میکنیم؟ برادر رو با خود نسبت میدهیم، برادری من. خوب. پس در اینجا یا ساکنه رو که میبینید، این هست ضمیری متصل یعنی ضمیری چسبیده، چون که برادر با کلمه اخون چسبیده است. در مثال بعدی و امه صدیقه، و مادر او راستگوست و مادر او. پس میبینیم که مادر او، مادر رو با او نسبت داده شده است. پس در اینجا او ضمیری چسبیده هست. امه، در اینجا هو که هست الضمیر المتصل می باشد. خوب. در مثال بعدی ادعو لنا ربک یبین لنا ما هی، یعنی این قوم بنی اسرائیل به موسی علیه السلام مراجعت کرده، این کلام رو گفتن که برای ما پروردگارت رو بخوان تا بیان کند که آن چگونه است. پس در اینجا اگر اول به تاجیکی نظر کنین، برای ما پروردگارت را یعنی پروردگار خودت را، پروردگار تو را. خب به تاجیکی کمک یعنی ضمیرها چسبیده نوشته میشوند، بعضی وقت جدا نوشته نمیشوند، یعنی بعضی وقت یعنی این را اهمیت دادن دشوار می باشد. اما اگر خوب نظر کنیم ما چی میگوییم؟ پروردگار خودت را برای ما بخوان. اگر جدا کرده بگوییم این طور گفتند. پس در اینجا یعنی ربک، وقتی که در اینجا میبینیم که پروردگار تو، در اینجا که چی هست؟ ضمیری متصل هست برای تو یک مرد، یعنی که واحد مذکر حاضر،
این خط به عربی گفته می شود، اما کسانی که این خط به عربی الان نمی توانند باقی نداره، چون که این عربی ابتدایی می باشد. همه چیز رو من عموما به تاجیکی درس می دهم. و یک ضمیر دیگر هم در اینجا هست که تکرار شده هست، لنا، برای ما. برای ما لام حرف جر هست که این را در درس بعدی انشاءالله، یعنی بعدی یکی از درس هایی که در پیش هست انشاءالله یاد میگیریم. اما نه که می باشد برای ما، این دو تا نه که در اینجا میبینید اینها هم ضمیرهای متصل هستند. و این هی در آخر که میبینید این ضمیری متصل نیست، این ضمیری چی هست؟ منفصل هست، جدا هست، چسبیده نیست. خب پس در اینجا چی شد؟ برای ما، دو تا ما بخوان تا بیان کند که آن، یعنی یبینه تا بیان کند اصلا چی است؟ برای ما. در اینجا در ترجمه نآمده است، نوشته نشده است، اما این باید باشد برای ما. خب یعنی که برای ما پروردگارت رو بخوان تا برای ما بیان کند، یبین لنا. پس در اینجا هم ما چی هست؟ ضمیری متصل هست. در مثال بعدی قال انه یقول انها بقره، که او گفت، انه او یعنی الله سبحانه و تعالی میگوید که او گاو است. پس در اینجا اگر ما کلمه به کلمه ترجمه کنم برای شما، قال او قال یعنی گفت، انه یعنی بیشک، هو او یعنی که او یک مرد. و چون که به الله نسبت داده می شود، ما چی میکنیم؟ او یک مرد نمیگوییم، هم فقط او تعالی میگوییم. او تعالی یعنی او سبحانه و تعالی، الله سبحانه و تعالی یقول گفت، یعنی عموما به نسبت به الله سبحانه و تعالی ضمیرهای یعنی مذکر استفاده می شوند. خب انه یقول، بیشک او میگوید یا گفت. خب این یقول اصلا میگوید، انها بیشک او، و در اینجا ها به چی دلالت میکند؟ به بقره، به گاو دلالت میکند. پس در اینجا هو او یک مرد، یا اصلا او الله سبحانه و تعالی در اینجا ضمیری متصل هست. و انها در اینجا این اصلا چی هست؟ این خیلی ها هست. این به چی دلالت میکنه؟ به او یک زن، او یک مؤنث، چون که بقره گاو به زبانی یعنی عربی جنسش مؤنث هست، برای همین ها استفاده می شود. و در آخران مثال لا تحزن ان الله معنا، اندوهگین مباش الله با ماست. اندوهگین یعنی غمگین مباش الله با ماست. با ما یعنی ما در اینجا چی هست؟ ضمیری متصل هست، معنا. خب این بعضی مثال های الضمائر المتصله بود. و در آخر مشق هست که یعنی شما باید در این جمله ها به ضمیرهای متصل و منفصل اشاره کنید. من میکروفون های شما رو باز میکنم و شما یعنی به من اشاره کنید، من خطکش میکنم. هو سادسهم، همین یکمشن. اینجا ضمیر منفصل آمده است، هو آخر به هم شده است، این به مرد دلالت میکند. همین خیلی درست گفتید. یعنی که بخشش، یعنی که در این مثال آخر، خب من در عین وقت نوشته نمیتوانم، باقی ندارد. هو در این مثال آخر این خل میکنیم. در مثال آخر هو ضمیری منفصل هست، ضمیری جدا. و سادسهم در اینجا در آخرش هم ضمیری چسبیده هست. درست. و جواب ها رو در آخر میبینیم. اکنون مثال دوم، هو رابعهم، اوست چهارمی آنها. بخشش مثال دوم، انا اخوک، من برادری تو هستم. انا اخوک. این مثال رو من فکر میکنم که ما گذاشتیم. پس من خواهرمون عبادت، من از شما میگویم، شما جواب بدهید. انا اخوک، انا ضمیری منفصل، اخوک کا متصل. بهترین. درست. جواب ها رو در آخر میبینیم. اکنون هو رابعهم، او چهارمی آنهاست. خواهرمون حفصه جواب بدهید. هو در اینجا ضمیر منفصل هست و هم ضمیر متصل. بهترین. و ابونا شیخ کبیر، و پدری ما یعنی شیخ کبیر پیر هست، شخص پیر هست. کی میخواد جواب بدهند؟
خواهرمون مرحبا بگوید. و ابونا شیخ کبیر. اینجا چسبیده آمده است، متصل می شود، ضمیر متصل می شود. نه درست. کدام؟ نه درست گفتید. نه در اینجا ضمیری متصل هست. خب اکنون آخرش را یکم کسی دیگر و قر رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا خیلی زیاد هست در این جمله. من یک بار ترجمه کنم و بعضی اشاره ها را کنم بعد به شما میدهم. و بگو تا اینجا یکم ضمیر نیست. ربی پروردگار من، ارحمهما با آنها رحم کن، با آنها رحم کن، رحم کن هما آنها را، کما چنانی که ربیانی آنها برای من پرورش دادن، آنها یعنی به من رحم کردن، با من نی صغیرا در حالتی صغر در حالتی یعنی میده بودن من. که میخواد جواب بده دستاتون رو بالا کنید. ها اینجا ضمیری جدا ضمیر منفصله. کدامش؟ کدام کلمه؟ کدام حرف؟ ربی و قول ربی. آیا کلمه رب ضمیر هست؟ نه ضمیر نیست، اما به ضمیر چسبیده است. به هر حال یک دقیقه یکم کسی دیگر رو هم یک شانس بدیم. در اینجا در قل رب و قل ربی ارحمهما، در ارحمهما ضمیری متصل آمده است. هما. خب قل رب ارحمهما. خب این تلفظی درستش. ارحمهما در اینجا هما چیست؟ ضمیری متصل هست. درست گفتید. دیگر در ربی هست پروردگاری من. وقتی که میگویم پروردگاری من در اینجا یکم ضمیر هست. رب پروردگاری من ربی بی باشد. ها ای در اینجا یای ساکنه ضمیر و در اینجا هم ربیانی. در اینجا هم ربیانی من رو چی کردن؟ من رو پرورش دادن. ربیانی من رو پرورش دادن. خب ضمیری متصل این هم درست گفتید. خب اکنون چی میکنیم؟ یک بار در آخر همه جواب ها رو من این خیلی نشان میدهم. کسی که میخواد صورت بگیرد این هست جواب ها. هو ضمیری منفصل، انا منفصل، هو معنا داره او، انا من، هو او ضمیر منفصل جدا 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 سه تا جدا. هم چسبیده، که چسبیده، هم بازم چسبیده، نه چسبیده، یای ساکنه چسبیده، هما چسبیده و یای ساکنه هم در اینجا چسبیده. خب انشاءالله درس در همینجا بس هست. سبحان الله و بحمده، سبحانك اللهم و بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.